صبح 18 ژوئن 1992 در نزدیکی روستای کوچیک شیانبی در شرق چین، کشاورزی به نام وانای تصمیم میگیره رازی رو کشف کنه که قرنها ذهن مردم رو به خودش مشغول کرده بود. مردم میگفتن برکه‌های این روستا ته ندارن و بی امتحان. اونا حتی با چوبای بلند بامبو سعی کرده بودن عمق آب اندازه بگیرن، ولی هیچ وقت نتونسته بودن که به کف برکه برسن. اما اون روز صبح وانای در حالی که به عمق تاریک برکه نگاه میکرد تصمیم گرفت خودش پایین بره تا برای همیشه این راز رو حل کنه. اون نمیدونست که کنجکاویش قراره دروازه 2200 سالی رو باز کنه که حتی دانشمندان هم نتونن توضیحش بدن. معمایی که بعد از 3 دهه هنوز هیچ پاسخی براش پیدا نشده. به مدت صدها سال نزدیک روستای شیانبی در استان ژجیانگ چین 5 تا برکه وجود داشت که نسل‌ها مردم روستا از اونا ماهی می‌گرفتن و از آبشون استفاده می‌کردن. دهانه این برکه‌ها تقریباً مستطیلی و نه چندان وسیع بود که عمقی به ظاهر بی‌پایان داشتن. انقدر این برکه‌ها برای اهالی خاص و ترسناک بودن که همیشه بچه‌ها رو از نزدیک شدن به اونا منع می‌کردن. حتی افراد مسن روستا اعتقاد داشتن این آبگیرها به بی‌نهایت وصلن، به همین علته که مردم تونستن نسل‌ها ازشون استفاده کنن. به خاطر همین مردم به اونا برکه‌های بدون کف میگفتن. حتی بعضی از روستایی‌ها سعی کرده بودن با چوبای بلند بامبو کف برکه رو پیدا کنن، اما هر چقدر بیشتر تلاش میکردن به جوابای کمتری میرسیدن. وانای کشاورز ساده‌ای بود که برخلاف بقیه مردم روستا میگفت این آبگیرها اونقدرها هم که فکر میکنین عمیق نیستن و قطعاً به یه انتهایی میرسن. صبح 18 ژوئن 1992 او به همراه 3 نفر دیگه که هیچ وقت نخواستن نامشون فاش بشه هولاشون رو روی هم میذارن و چند دستگاه پمپ آب میخرن. شروع میکنن به تخلیه آب یکی از برکه ها. 24 ساعته و شیفتی کارشون رو ادامه میدن تا اینکه روز 5 آب به حدی پایین میره که لبه های سنگی عجیبی ظاهر میشه. لبه هایی با برش های بسیار تمیز که بیشتر از این که کار طبیعت باشه شبیه به پله های ساخت دست بشر بوده. همین کافی بود که ترغیب بشن و با شدت بیشتری کارشون رو ادامه بدن. بعد از 17 روز آب اونقدر پایین رفت که یه راه پله و دهانه قارمانند کاملا نمایان شده بود. او اولین نفری بود که به این دنیای مرموز زیرزمینی قدم گذاشت و بعد از اینکه با بهت و حیرت برمیگرده و چیزی که دیده رو تعریف میکنه، پای مقامات دولتی، کاوشگران و باستانشناسان زیادی از سراسر چین به اون روستای کوچیک باز میشه. اونا 4 برکه دیگر رو هم تخلیه میکنن و نتیجه میشه مجموعه 24 غار که امروزه به اسم غارهای لانگیو شناخته میشن و مشهورن به 9مین عجایب جهان باستان. احتمالاً الان با خودتون میگین که خب انسان‌ها اینجا رو حفر کردن و به مرور زمان زیر آب رفته. خب این کجاش عجیبه؟ اما ماجرا به این سادگی تموم نمیشه. بهتر بگم ماجرا تازه از اینجا داره شروع میشه. اگه میخوای سوالایی رو بشنوی که نمیتونی بهش جواب بدی، تا انتها با ما باش. کانال ما تازه اول راهه. میتونی با سابسکرایب، لایک و کامنت از ما حمایت کنی. لانگیو یه مجموعه غار بی‌نظیره با مهندسی باور نکردنی. کاوشگرایی که اولین بار پایین رفتن گفتن اولین چیزی که حس کردن بوی شبیه به بوی فلز بوده و بعد از پایین رفتن از پلکانی طولانی به تالاری رسیدن که ستونهای عظیم و نقش و نگار دیواراش توجهشون رو جلب کرد. وقتی حدود 29 متر زیر زمین پایین رفتن، یعنی چیزی معادل یه ساختمون 8 طبقه، اتاقهای سنگی، پلها، ناودانها و استخرها به چشم خوردن. نمونه برداری از دیوارها و قطعات سفال پیدا شده در اون غار نشون میده عمر این سازه به 230 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. یعنی بیش از 2200 سال پیش. به گفته یکی از تیم‌های باستانشناسی چینی، این مکان بلایای زیادی رو پشت سر گذاشته. جنگ، سیل، فرسایش، حتی کوه‌ها دستخوش تغییر شدن، اما این غارها و مجسمه‌های درونش انقدر سالم و تازه‌اند که انگار همین دیروز ساخته شدن.
سقف و تمام دیوارها با خطوط موازی پوشیده شده که شبیه اثر مغار و ابزار حکاکیه. این خطوط با یه الگوی ثابت در تمام غارها ادامه دارند، با دقتی باور نکردنی و بدون ذره اختلاف که نشون بده ساختنش نیروی انسانی و زمان عظیمی نیاز داشته. یعنی این همه کار طاقت فرسا صرفاً برای تزیین بوده یا این الگوها نماد چیزی هستند؟ تنها چیزی که مشخصه اینه که این علامت‌ها شبیه علامت‌هایی روی سفالین‌هایی هستند که قبلاً در این منطقه کشف شدن و قدمتشون به 800 سال قبل از میلاد میرسه. هیچ کدام از غارها به هم متصل نیستند و همه با دیوارهای سنگی با ضخامت 50 سانتی متر از همدیگه جدا شدن. این ضخامت در تمام دیوارهای بین غارها با دقت حفظ شده، طوری که انگار با تکنولوژی الان ساخته شدن. حتی شیب 45 درجه سقف و دیوارها به قدری دقیقه که اگه ذره‌ای اختلاف در اینها وجود داشت باعث شکسته شدن دیوارهای بین غارها میشد. یان کونگ شون، متخصص مؤسسه باستانشناسی، گفته در هر غار سازندگان نمیتونستن ببینن که دیگران توی غار بعدی چه کار میکنن. با این حال باید ساخت هر غار موازی با غار دیگه پیش میرفته. در غیر این صورت دیوارا سوراخ میشده. بنابراین انتظار میره از دستگاه اندازه‌گیری بسیار پیشرفته استفاده کرده باشن. نکته عجیب‌تر اینه که دنباله خطوط موازی دیوارها حتی در غارهای دیگه که هیچ راهی به هم دیگه نداشتن به صورت دقیق ادامه پیدا کرده بوده. تقارنی که بدون تکنولوژی پیشرفته الان غیر ممکنه. پس چطور به این دقت رسیدن؟ با چه روشی؟ ستون‌های قطوری که در سراسر غارها وجود داره تحمل وزن 227,000 کیلوگرم رو دارن و این سند شاهکار مهندسی این مجموعه است. این ستون‌ها با خطوط موازی و طرح‌هایی از اسب، ماهی و پرنده تزیین شدند. دانشمندان محاسبه کردند حداقل 1000 نفر 24 ساعته و 7 روز هفته به مدت 6 سال بی‌وقفه کار کردند تا این غارها ساخته بشن. البته بدون در نظر گرفتن جزئیات و زمان تراشیدن مجسمه‌ها. هیچ ابزاری در این محوطه کشف نشده و این که سازندگان از چه ابزاری و وسایلی استفاده کردن هنوز در حاله ابهامه. همچنین برای حفاری این دنیای زیرزمینی 1,000,000 متر مکعب سنگ باید خارج شده باشه، اندازه پر کردن 400 تا استخر شنای المپیک، در حالی که این سنگ‌ها در هیچ کدام از آثار باستانی در اطراف این منطقه به کار نرفته. این حجم از سنگ کجا رفته؟ به کجا منتقل شده؟ چطور جابجا شده؟ سوال‌های بی جوابی که ماجرا را عجیب‌تر میکنه اینه که سازنده‌ها چطوری در تاریکی کار میکردن. به خاطر عمق زیاد غارها بعضی از قسمت‌ها در تاریکی مطلق قرار دارن، اما بازم با همون الگوی دقیق حکاکی و تزیین شدن. جیاگنگ، استاد دانشگاه تونگجی، گفته قطعاً باید چراغایی وجود داشته باشه، زیرا دهانه غار بسیار کوچیکه و پرتو خورشید فقط میتونه در یک زاویه خاص و در مدت زمان مشخصی به داخل بتابه. با رفتن به اعماق غار نور کم و کمتر میشه. در کف غار که 10 متر از دهانه فاصله داره به سختی میشه چیزی دید. با این حال هیچ اثری از دوده، مشعل، آتشدان یا هر چیزی که 2000 سال پیش برای روشنایی استفاده میشد پیدا نشد. پس منبع روشنایی اونا چی بوده؟ مردمان روستا اعتقاد دارن از زمانی که به خاطر دارن حتی پدر بزرگای اونا هم از این 5 برکه ماهیگیری میکردن، در حالی که بعد از کاوش‌ها ثابت شد که هیچ اثری از حیات یا حتی اتصال با آبهای آزاد توی این غارها وجود نداره. البته بعضی‌ها اعتقاد دارن سیلاب‌های کوچیک تخم ماهی‌ها رو از رودخونه‌ها به این برکه‌ها منتقل می‌کرده و این دلیل وجود ماهی در برکه‌هاست. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا هیچ وقت و توی هیچ دوره‌ای این ماهی‌ها تموم نشدن؟ چیزی که درباره غارهای لانگیو بین تاریخ شناسان بحث برانگیزه نبودن هیچ سابقه‌ای از ساختنشون توی کتب تاریخیه، در حالی که تاریخ نویسای چینی به دقت و جزئیات در ثبت وقایع و سازه‌های بزرگ مشهورند. همیشه به دستور امپراتورها همه چیز مستند می‌شده، مخصوصاً پروژه‌های عظیم مثل دیوار بزرگ چین. اما اینکه همچین سازه‌ای با این شکوه ردی از خودش به جا نذاشته قطعاً فقط یه سهل انگاری ساده نیست. مطالعه درباره لانگیو و تخمین سن بنا نشون میده حفاری برمیگرده به سلسله هان غربی. متخصصان میگن که انجام این کار توسط مردم عادی روستا امکان پذیر و منطقی نبوده و فقط امپراتور و رهبران میتونستن چنین پروژه عظیمی رو با هدفی مشخص سازماندهی کنن.
اما اگه لانگیو به دستور یک امپراتور ساخته شده باشه، چرا هیچ سابقه تاریخی از ساختش وجود نداره؟ مگر اینکه خود امپراتور خواسته باشه که این مکان و چیزهای توش برای همیشه فراموش بشن. اما چرا؟ پس از تحقیقات گسترده، محققان نتونستن توضیح قانع کننده‌ای بدن که لانگیو برای چه هدفی ساخته شده و کاربردش چی بوده. بعضی گفتن که احتمال داره این غارها مقبره امپراتوران قدیمی باشن یا تالارهای پذیرایی و مکانهایی برای انبار، اما به سرعت این احتمالات رد شد چون هیچ مقبره‌ای پیدا نشد و همچنین اثری از سکونت یا مصنوعاتی از آنها وجود نداره. بعضی گفتن که این غارها محل استقرار ارتش سری بوده و امپراتور قصد داشته سربازاشو از دید پنهان کنه تا تدارکات جنگیشو مخفی نگه داره. با این حال حفاری و ساخت این غارها سالهای زیادی طول کشیده و بعیده برای آماده سازی جنگ ازش استفاده شده باشه. علاوه بر این هیچ نشانه‌ای از اقامت انسان در این غارها وجود نداره. غار اصلی بیش از 6500 متر و تمامی 24 غار نزدیک به 99000 متر وسعت دارند. هر ورودی با پله‌هایی شروع میشه که در پایه‌هاشون یک سیستم زهکشی پیچیده وجود داره. همچنین همه غارها به یک سیستم برای جمع‌آوری آب مجهز شدن. کف غارها وسیعه و هرچی بالاتر میری باریکتر میشه، شبیه سیستم یک مخزن آب برای کاهش تبخیر. یعنی اینجا آگاهانه ساخته شده که پر از آب بشه. این احتمالیه که از نظر دانشمندان ضعیفه، چون وجود این همه نقش، مجسمه، حکاکی، اتاق و پل برای جایی که فقط قراره مخزن آب باشه کاملا بی‌معنیه. پس دلیل این مکانیزم و ساخت چیه؟ کسی نمیدونه. دولت چین غارهای لانگیو رو به مدت 6 سال از دید جهانیان مخفی نگه داشت و اطلاعاتی منتشر نکرد، تا اینکه در سال 1999 وزارت فرهنگ و گردشگری چین متخصصایی از سراسر جهان را به اجلاسی در این غارها دعوت میکنه. در حال حاضر از 24 غار 14 تای اونا ریزش کرده و تنها 10 تای اونا باقی مونده که تکیه‌گاه درونشون نصب شده تا آسیب نبینن. کارشناسان عقیده دارند که آب درون غارها به حفظ ساختارشون کمک میکرده. امروزه یکی از غارها برای بازدید عموم در دسترس و سالانه تعداد زیادی از گردشگران از این معمای باستانی دیدن میکنند. جالبه بدونید که 9 غار دیگه مسدود شدن و ورود عموم بهشون ممنوعه. البته مقامات چین اذعان دارن که تمام غارها مشابه همن و به جز اندازه تفاوت دیگه‌ای ندارن. با این حال افرادی که به این قضیه مشکوکن میگن قطعاً چیزی تو اونا پیدا شده یا آثاری هست که نمیخوان کسی ببینه. غارهای لانگیو یکی از مهمترین کشفیات دوران باستان محسوب میشه و هنوزم دانشمندا برای پیدا کردن جواب سوالاشون سردرگمن. سوالهایی از قبیل چرا، چگونه، برای چی. یعنی بیش از 2000 سال پیش تمدن و ابزار پیشرفته‌ای وجود داشته که سازنده ها ازش استفاده کردن و امروز فراموش شده. حالا شما بگین دوست دارید راجع به چی ویدیو بسازیم؟ ما موضوع درخواستیتون رو توی لیستمون اضافه میکنیم و قطعا در هفته‌های بعدی کلیپش رو میبینید. اگه به موضوعات مشابه علاقه دارین مگینو رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید تا انگیزه‌ای باشه برای ادامه فعالیت ما.